در این خانه ساده و نیمه ساخت در کنار تپه در کلوب سیلانبی دولت‌آوا با 3 فرزندش زندگی می‌کند. از گرمی شدت تابستان همیشه در و تیریزش باز است. سیلانبی در یکی از مکتب‌های کلوب فراش است. معاشش همگی 900 سومانی است که برای تأمین نیازهای روزمره بسنده نیست. نه امکان خریدن کاندیسنر دارد و نه یک شمال دهنده عادی. خیلی نمی طاقت چکو میکنیم نه شمالتیک ندارم زورم نرسیده که شمالتیک شما بخرم. این همی بگاه میشه و اینجا گله میپرتویم در نمی اولی میشینیم. این بگاه در سهر هفته که میبرد در نمی درانی خونه در نمی گرمی. پدری فرزندان آنها را ترک کرده است. این سرپناه را خوشتامنش برای او فرزندانش ساخته است. پس از آن مادر خودی سیلانبی به ساختن این خانه آغاز کرده است. اما بنیاد ناتمام ماند. او درگذشت و ساختمان دیگر تکمیل نیافت. حالا 5 سال می شود که خانه آنها نیمه ساخت باقی مانده است. 3 گودک در لباسش بخرم، پوشاکش بخرم. نمی تابستانی من 4 پاپشی نمیاد خریدم. آوش بخرم، اوقاتش هم بخرم. نمی 100 سامان من مهاش میگیرم. این خانه را امو خشتامنم کبدم یک خانه را ایش رحمتی اوچم همی قکت که رحمتی اوچم که گذشت بوندم تری. همین است سیلانبی دولت‌آوا گرما را دیگر گرما نمیگوید. گاهی همسایگان از دلسوزی او و فرزندانش را در گرمای روز به خانه‌شان دعوت میکنند. اما به گفته سیلانبی نمیتواند هر روز به خانه دیگران رود. شرم می‌دارد. خانه‌شان در جای بی آب است و حتی درخت نشینانده‌اند که سایه دهد. امسال حرارت هوا در کلوب نظر به سالهای گذشته بلندتر بود. خودی سیلانبی میگوید تا امروز چنین گرمای طاقت فرسا را احساس نکرده بود. طبیبان هم به ساکنان توصیه دادند که خود را از نورهای سختی آفتاب نگه دارند. ولی برای افراد مثل سیلانبی دولت‌آوا که شرایط خرید کاندیسنر را ندارد، یگانه راه رهایی طاقت کردن در چنین خانه‌های خاکسارانه است.